از جانب ما تحلیل اوجه ما سر کردیم علاقه 3 شرکت ما جنبست کردیم. یکی از شرکتی که امروز موقع حکم فرمایی داره در بازار مال، این شرکت گازپروم سنجش رفته ایستاده است. دو شرکت دیگر ما سنجش رو به انجام رساندیم و در همین جمع یک از عامل‌هایی که بلندشوی به نرخ گاز مایع رسیده ایستاده است، این هم بلندشوی نرخ در دولت‌های استثماری گاز مایع می‌باشد. خب ما یک تحلیل به سهم شما میرسانم که بالاروی نرخ گاز مایع از نیمه دوم ماه نوامبر سال 2019 به مشاهده رسید. اگر ماه نوامبر سال 2018 در حجم 27,998 از 3 تن گاز مایع با نرخ $467 نیمه وارد شده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2019 نرخش با $451 برابر شده است. وارداتیش. خب مطابق مجله هفته‌نامه ارگوستی نرخ معین میکنه برای دولت‌های عضو مرکزی و فدراسیون روسیه. نرخ یک تن گاز مایع هنوز ماه نوامبر سال 2019 نسبت به ماه اکتبر سال 2019 با $50 قیمت داره در دولت‌های